اینجا در ساکرامنتو رو در رو با مقام‌های ارشد ایالتی نشست شنیدن مشکلات و نیازهای مهاجران افغانستان در کالیفرنیا برگزار شد. رویکردی تازه برای مشارکت مدنی مهاجران افغانستان در جامعه امریکا. رهبران جامعه، کارآفرینان و فرهنگیان با مقام‌های ارشد محلی و ایالتی کالیفرنیا گرد هم آمدند تا با هم گفتگو کنند. گفتگوها بر موضوعهای متمرکز است که زندگی هزاران خانواده مهاجر اهل افغانستان در این ایالت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این نشست به ابتکار کمیسیون امور آمریکایی‌های آسیایی تبار و جزیره نشینان اقیانوس آرام ایالت کالیفرنیا و با همکاری بنیاد افغان آمریکایی برگزار شده. نشستی که هدف آن شنیدن مستقیم صدای جامعه مهاجران و انتقال دغدغه‌ها و پیشنهادهای آنان به نهادهای تصمیم گیرنده ایالتی است. این نشست شنیداری درباره جامعه مهاجران افغانستان برگزار شد. آن هم در قلب ساکرامنتو، جایی که بسیاری از مهاجران افغانستان در آنجا زندگی می کنند. هدف ما این است که مشکلات، نیازها و دیدگاه‌های آنان را مستقیم از زبان خودشان بشنویم. ما وظیفه داریم درباره نیازها و دیدگاه‌های جوامع مختلف به فرماندار و قانونگذاران ایالت مشورت بدهیم و جامعه افغانستان نیز بخش مهم از همین جامعه هست. امروز آمده ایم تا گوش بدهیم و آنچه را که مردم با ما در میان می‌گذارند جمع‌بندی کنیم. سپس آن را به گونه پیشنهادهای مشخص با مقام‌های منتخب ایالتی شریک بسازیم. حالا افغانان هم خواهد 5 سال گذشته کاملا اینجا سرال شدن، ساکرامنتو خانهشان شده، بزنس جور کردن، شرکت جور کردن، اولادشان مکتب میره و وقت از او است که اینا خودشان بتونن درباره مشکلات، اولویت‌ها و فرصت‌هایی که دارن در ساکرامنتو با مسئولین روبرو بشینن صحبت کنن. هدف از این بود که می پل ارتباطی رو بینشان جور کنیم و ببینیم که در قسمت از این فرصت‌هایی که وجود داره چی کمک‌ها و هر دو طرف کرده میتونه، هم جامعه افغان ما در اینجا و هم مسئولین. We went to schooling here. Community college. I went to UC Davis. He went to Sac State. Nazim went to Berkeley. We all like our circle. We all. اما پیش از آغاز این گفتگوها مقام‌های ایالتی و رهبران جامعه از 5 کسب و کار متعلق به مهاجران افغانستان در ساکرامنتو بازدید کردند. از شرکت خدمات مالیه گرفته تا رستوران، لوازم خانه، شرکت خدمات چاپ و درمانگاه خانواده. کسب و کارهایی که هر کدام روایتگر بخشی از داستان مهاجرت، تلاش و سازگاری با زندگی در آمریکا هستند. در این دیدارها صاحبان کسب و کارها از مسیر دشواری گفتند که از افغانستان تا کالیفرنیا پیمودند، از روزهای سخت اسکان و جستجوی کار گرفته تا راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک و ایجاد فرصت‌های شغلی برای دیگران. آنان همچنان چالش‌های خود در زمینه دسترسی به سرمایه، قوانین تجارتی و موانع زبانی را با مقام‌های دولتی در میان گذاشتند. پس از بازگشت به این سالن، شرکت کنندگان در گروه‌های مختلف گرد هم آمدند. روی هر میز بحث جریان داشت، از آموزش و سلامت گرفته تا اقتصاد، وضعیت مهاجرتی و مشارکت مدنی. حاضران تجربه‌ها، نگرانی‌ها و پیشنهادهای خود را روی برگه‌ها نوشتند و با یکدیگر به اشتراک گذاشتند. ترک تحصیل دانش آموزان دوره لیسه یکی از چالش‌های جدی جامعه ما در ساکرامنتو است. بر اساس پژوهش‌های ما حدود 30 تا 40% از دانش آموزان افغانستان در مکتب‌های ساکرامنتو در معرض ترک تحصیل از لیسه قرار دارند. این مشکل دلایل مختلفی دارد، از جمله نظام آموزشی، چالش‌های خانوادگی، شیوه حمایت والدین و نیز مشکلات اقتصادی و مسئله رفت و آمد و حمل و نقل. نبود فرصت‌های کاری مستقیما با سلامت و تندرستی ارتباط دارد. در بسیاری موارد من خودم هم این را تجربه کردم. کار و مسیر شغلی انسان با سلامت روان و احساس خوب بودن او پیوند دارد. بنابراین نبود کار تفاوت بزرگی در زندگی افراد ایجاد می‌کند، به ویژه برای برادران ما در جامعه مهاجر. انزوا نیز در میان مهاجران افغانستان یک مسئله بسیار جدی است. ما
در یک نظام سرمایه‌داری و بیشتر فردگرا زندگی می‌کنیم، در حالی که جوامع ما از یک نظام سنتی و جمع‌گرا آمدند. این تفاوت بسیار بزرگ است. در بخش مهاجرت افراد باید از میان سیاست‌ها، روندها و قوانین زیادی عبور کنند. این سیستم آنقدر پیچیده است که حتی وکیلان و مشاوران حقوقی نیز گاهی برای فهم دقیق سیاست‌ها با دشواری‌های روبرو می‌شوند. مسئله دیگر هزینه‌های این روند است. بسیاری از خانواده‌ها به دلیل نداشتن توان مالی یا دسترسی محدود نمی‌توانند خدمات وکیلان و مشاوران حقوقی استفاده کنند. این خود به یکی از چالش‌های جدی دیگر تبدیل شده. Education is the basic of everything, but our challenge is that we thought آموزش پایه و اساس همه چیز است، اما چالشی که گروه ما روی آن تاکید داشت نیاز به داشتن یک منبع یا مرکز مشخص برای جامعه مهاجران افغانستان است. وقتی کسی وارد این جامعه می شود و نمی داند که از کجا شروع کند، مثلا چگونه یک کسب و کار را اندازی کند، چگونه جواز بگیرد، چگونه وارد مکتب یا مسیر آموزشی شود، باید جایی وجود داشته باشد که او را راهنمایی کند. ممکن است کسی بگوید میخواهم مکانیک شوم، میخواهم در بخش هواپیما کار کنم، میخواهم تعمیرکار یا دستکار شوم، میخواهم دکتر شوم یا میخواهم پرستار شوم. اما پرسش اصلی این است که چگونه باید این مسیر را آغاز کنم؟ ما به منابع و راهنمایی نیاز داریم. اگر چنین منابعی داشته باشیم، اگر فردی آگاه در بخش آموزش یا حتی در درمانگاه صحی جامعه حضور داشته باشد، ما با خوشحالی آماده ایم که زمینه مشوره و راهنمایی را فراهم کنیم. بنابراین جامعه ما به مربیان و راهنماها نیاز دارد، کسانی که بتوانند مسیر را برای تازه واردان و جوانان روشن سازند. بیایید فرزندانمان و نسل جوان جامعه مهاجر را تشویق کنیم و به همکاران و اطرافیان خود یادآوری کنیم که به این نسل فرصت دهند میان دو فرهنگ و دو دنیای متفاوت با آرامش و تعادل زندگی کنند. نباید آنان را زیر فشار قرار دهیم که کاملا آمریکایی شوند. دو زبانه بودن و برخاستن از چنین پیشینه‌ای نه تنها یک ضعف نیست، بلکه میتواند کمک بیشتری به جامعه کند. برای بسیاری از شرکت کنندگان این تنها یک نشست نبود. فرصتی بود برای شنیده شدن صدای جامعه‌ای که در سالهای پسین به یکی از بزرگترین جوامع مهاجر در منطقه ساکرامنتو تبدیل شده. اینجا کسب و کارهای کوچک و بزرگ وجود دارد. کسب و کارهایی که توانستند برای شمار زیادی از مهاجران افغانستان در این منطقه فرصت ایجاد کند. چیزی که ما میشنویم این است که جامعه افغانستان تنها به یک بخش یا یک روایت محدود نمی شود. مهاجران افغانستان سالهاست که در اینجا حضور دارند. تاریخ، فرهنگ و میراثی دارند که می‌خواهند آن را با دیگران شریک سازند. در کنار این موفقیت‌ها البته چالش‌هایی هم وجود دارد، به ویژه برای مهاجران و پناهندگان تازه وارد. وظیفه ما این است که این روایت را بازتاب دهیم، آن را با دیگران شریک بسازیم. یکی از موفق‌ترین برنامه‌های ما بود. علت اصلی از چی؟ چون این یگانه برنامه بود که ما بالای مشکلات و بالای راه‌های حل صحبت کردیم، در حالی که تمام او دوایر دولتی که این راه‌های حل باید بشنوه موجود هستند. اینا کسایی هستند که همشون نوت میگیرن، اینا کسایی هستند که از این راپور تهیه میکنن و بالاخره راپورها بس میز والی به میز تمام اسمبلی ممبرها و سناتورها و حتی از دفاتر کانگرس نفر آمده بود. فکر میکنم یک دستاورد بزرگ بود، یک محفل بسیار زیاد موفق بود که بالاخره به خوشی خلاص شد. ادغام واقعی تنها به ثبات اقتصادی محدود نمی شود، بلکه به التیام، احساس تعلق و داشتن چشماندازی مشترک برای آینده نیز نیاز دارد. اکنون که از مرحله پاسخ اضطراری عبور کرده ایم و به سوی ادغام دراز مدت می رویم، تمرکز ما باید همچنان بر اشتغال، آموزش، خودکفایی و پیوند اجتماعی باشد. ادغام فقط پیدا کردن یک شغل نیست. ادغام یعنی انسان باید بداند که به این جامعه تعلق دارد. امروز خانواده‌های مهاجر افغانستان در بخش‌های مختلف جامعه سهم می‌گیرند و در شکل دادن به آینده ساکرامنتو نقش دارند. تخلیه و انتقال آنها پایان داستان نبود. معیار واقعی موفقیت این نیست که مردم چگونه به اینجا رسیدند، بلکه این است که پس از رسیدن چه فرصت‌هایی برای رشد
و ساختن آینده پیدا می‌کنند. شرکت کنندگان امیدوارند این گفتگوها به اقدام‌های عملی برای رسیدگی به نیازها و چالش‌های جامعه مهاجران افغانستان در کالیفرنیا منجر شود. برگزار کنندگان نیز می‌گویند این نشست آغاز مسیری برای تعامل بیشتر میان جامعه مهاجران افغانستان و نهادهای تصمیم گیرنده ایالتی است. فیصل کریمی، نوروز میدیا، ساکرامنتو.